my friends، من علیزاده هستم. خوش اومدیم به یه معرفی مانیتور. بزرگواران تو این ویدیو میخوام مانیتور از 4 میلیون تا 400 میلیون بهتون معرفی کنم. تعداد مانیتورها خیلی زیاده، این ویدیو ممکنه طولانی بشه، ولی از همه جور مانیتور برای شما انتخاب کردم. اگه مانیتوری هم مد نظرتون هست مشخصاتش رو توی کامنت ها بنویسیم، من طبق مشخصات شما یه مانیتور خوب براتون انتخاب کنم و لینکش رو براتون بذارم. مثل همیشه لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. بدون معطلی بریم سراغ معرفی مانیتورامون و لیتس گو. خب بزرگوارم، تو این وضعیت هم کارت صدای من خراب شد، خود به خود خاموش میشد و یکی دیگه سفارش بدم. ببخشید صدام بده. و یه نکته بهتون بگم بزرگواران، از این برنده‌ای که من برای شما انتخاب کردم حتما بخرید. از برندهای معتبر شما باید مانیتور خریداری کنید. از برند متفرقه اصلا خرید نکنید، چون هم کیفیتشون خوب نیست، هم اینکه مشخصاتی که میگن واقعی نیست. مثلا میگه 100 هرتز تا 60 هرتز هم نیست، باید توجه داشته باشین. بزرگواران ارزون ترین مانیتور 4500 براشون انتخاب کردم. مانیتور 20 اینچ AOC که مدل 2036 S. این مانیتور LCD هستش، پنلش TN، رزولوشنش 1600 در 900 هستش و یه مانیتور معمولی و خوب توی این رنج. قیمت خیلی برای کسایی که بودجه خیلی پایینی دارن خیلی مناسبه. بریم سراغ قطعه مانیتور بعدی. بزرگوارم من سریع میرم جلو چون تعداد مانیتورها خیلی زیاده، تایم ویدیو ممکن زیاد بشه. سریع برای شما توضیح میدم که مشخصات حدودی مانیتور چیه. بزرگوارم رسیدیم به مانیتور دل 22 اینچ. این مانیتور چه تفاوتی با مانیتور قبلی داره؟ یکی اینکه 2 اینچ بزرگتره و رزولوشنش 1650 در 1050 هستش و صفحه نمایشگرش LED هستش. زمان پاسخگوییش هم مثل قبلیه 5 میلی ثانیه است. یکم ارتقا یافته است و گرونتر نسبت به قبلی. خب سریع بریم سراغ مانیتور بعدی. بزرگوار مانیتور از برند HP توش برای شما انتخاب کردم 24 اینچ. این مانیتور هم پنلش TN هستش و LCD نسبت به قبلیه LED بودن LCD، ولی این 24 اینچه و این مانیتور فول HD هستش. ارزون ترین مانیتور فول HD که شما بخواید توی بازار پیدا کنین این مانیتور هستش. بریم سراغ مانیتور بعدی. بزرگوار مانیتور بعدی از برند دل هست 22 اینچ و شاید بگین که واو، خب قبلیه که 24 اینچ بود، این چرا 22 اینچه؟ بزرگوار این پنلش IPS و اگه بخواید مانیتور IPS بخرین ارزون ترین مانیتور IPS بازار هستش. استوک هم هست، مشکل نداره. شما اگه خریداری بکنین بیارین باید دقت کنید. یه نرم افزاری هستش که تست میکنه صفحه مانیتور رو، یه سری رنگا نشون میده. شما میتونید از اون طریق ببینین که پیکسل سوختگی داره یا نه. من خودم هم مانیتور بالا و هم مانیتور سمت چپم هر دوتاش استوک هستش و خریداری کردم و دست دوم هم از این لحاظ مشکل نداره. اگه دیدین پیکسل سوختگی اینا داره راحت میتونین پس بدین و یارو پس میگیره. خب بریم سریع سراغ مانیتور بعدی. بزرگوارم مانیتور 22 اینچ AOC که این ارزون ترین مانیتور 100 هرتزی بازار هستش. اینجا از هوش مصنوعی هم من پرسیدم، زمان پاسخگوییش 1 میلی ثانیه است و برای کسایی که فریم ریت خیلی براشون مهمه و بودجه کمی دارن میتونن این مانیتور رو خریداری بکنن. مانیتور فول HD 100 هرتز، زمان پاسخگوییش 1 میلی ثانیه است، IPS و دیگه خیلی خوبه دیگه. IPS هم هستش و یکی از بهترین مانیتورها تو این رنج قیمت. خب سریع بریم سراغ مانیتور بعدی. بزرگوارم مانیتور کولر مستر، برند مورد علاقه من خودم مانیتورم کولر مستر، خیلی مانیتور خرکاریه. 24.5 اینچ صفحه نمایشگر داره و 100 هرتز 1 میلی ثانیه، 109% sRGB داره، 1300 کنتراست داره و واقعا مانیتور خیلی خوبیه. کولر مستر که از مانیتور فوق العاده است. یعنی من پنبه 1000 بار به این لگد زده، وسایل افتاده رو صفحه نمایشگر، چیزی کوبیده شده به صفحه نمایشگر و هیچ چیش نشده و از این لحاظ واقعا مانیتور کولر مستر فوق العاده است. برندش هم ژاپنیه. بریم سراغ مانیتور بعدی. بزرگوارم مانیتور 27 اینچ برای شما انتخاب کردم و 120 هرتز هستش، بر IPS LED فول HD و 17 میلیون 500,000 تومان از برند
AOC و دیگه میریم جلوتر این مانیتورها بهتر و بهتر میشن دیگه. بریم سراغ مانیتور بعدی. بزرگوارم مانیتور گیمینگ فیلیپس برای شما انتخاب کردم. فیلیپس خیلی برای اونایی که قدیمی باز باشن میدونن فیلیپس چه برند خفنیه. فیلیپس 24 اینچ پنل VA. به این نگاه کنین، قبلیه مثلا 27 اینچ بود IPS بود، ولی این 24 اینچ VA. توجه داشته باشین که این 144 هرتز هست صفحه نمایشگرش و 1 میلی ثانیه است. کسایی هستن که میخوان CS:GO بازی کنن و بازی رقابتی میتونن از این مانیتور استفاده کنن و میشه گفت ارزون ترین مانیتوری هستش که میشه باهاش مثلا راضی کرد کسایی که CS:GO بازی میکنن رو. بریم سراغ مانیتور بعدی سری. بزرگواران مانیتور گیمینگ کولر مستر باز 24.5 اینچ. بزرگواران 180 هرتز هستش این مانیتور و دیگه پنلش هم IPS و یه مانیتور فوق العاده برای کسایی که بخوان بازی رقابتی مثل CS:GO بازی بکنن. و بریم سراغ مانیتور بعدی سری. مانیتور گیمینگ MSI 27 اینچ و 144 هرتز از IPS و HDR هم داره این مانیتور و ارزون ترین مانیتوری که HDR داشته باشه شما بخواید بخرین این مانیتور هستش. HDR خیلی چیز جالبیه. من خودم مانیتورم HDR داره و روشن میکنم خیلی رنگا رو طبیعی به من نشون میده و در کل مانیتور خیلی خوبیه. 25 میلیون و 950 هزار تومان. بریم سراغ مانیتور بعدی. بزرگوارم مانیتور 240 هرتز برای شما انتخاب کردم از AOC. همینجوری قیمت میره بالاتر مشخصات هم دیگه میره بالا دیگه. مانیتور گیمینگ 240 هرتز AOC از پنل IPS و 24 اینچ. شاید 24 اینچ باشه ولی 240 هرتز دیگه خیلی زیاده و شما میتونین باش دیگه تو CS:GO بهتره کنین. 240 هرتز ببینید دیگه چقدر زیاده. بریم سراغ فول اچ دی هست. بریم سراغ مانیتور بعدی. بزرگوار مانیتوری که برای شما انتخاب کردم 27 اینچه و 280 هرتز فریم ریت داره. پنل VA و کم میتونید معمولا مانیتورایی که فریم ریتشون خیلی بالاست پنلشون یا VA TN و IPS خیلی کم میتونین پیدا کنین. معمولا از این پنل ها استفاده میکنن. HDR هم داره. زمان پاسخگوییش 0.5 میلی ثانیه است و واو چقدر خفن. بریم سراغ مانیتور بعدی. بزرگوار مانیتور ایسوس برای شما انتخاب کردم 2K و ارزون ترین مانیتوری خواهیم که انتخاب کنین و از برند خوبی هم باشه و رزولوشنش 2K باشه. این مانیتور از 75 هرتز هستش. 1 میلی ثانیه 36 ماه هم گارانتی داره و پنلش هم IPS هست. این برای کسایی هستش که بخوان مثلا کارهایی مثل ادیت و تدوین و اینجور چیزا مثلا کارهای نرم افزاری انجام بدن و یا بخوان گیم‌های استوری مود بزنن و زیاد فریم ریت براشون مهم نیست و بیشتر رزولوشنه که براشون مهمه. این مانیتور برای اینجور آدما مناسبه. بریم سراغ مانیتور بعدی. بزرگوارم مانیتور فیلملس LG 4K و ارزون ترین مانیتور 4K که شما بتونین توی بازار انتخاب کنین و از یه برند خیلی خوبم هاش باشه این مانیتور هست دیگه. 4K که در جریان هستین که چه رزولوشن خیلی خفنی میگه برای کسایی که میخوان فیلم ببینن با کیفیت خوب این مانیتور رو بهشون پیشنهاد میکنم. بریم سراغ مانیتور بعدی. بزرگوارم مانیتور گیمینگ فیلیپس بازم 27 اینچ. زمان پاسخگوییش 1 میلی ثانیه 144 هرتز و 2K. این هم فریم ریتش بالاست هم رزولوشنش بالاست هم مانیتور بزرگی از لحاظ اینچ و زمان پاسخگوییش هم 1 میلی ثانیه است و مانیتور خیلی جذابیه برای کسایی که همه کار میخوان بکنن. این مانیتور تقریبا به درد همه کس آدم میخوره و کلا مانیتور خیلی خوبیه. بریم سراغ مانیتور بعدی. بزرگواران رسیدیم به مانیتور خمیده 32 اینچ سامسونگ با کیفیت 2K 144 هرتز. یک زمان پاسخگویی 1 میلی ثانیه و پنل VA و مانیتور دیگه. کسایی که مانیتور خمیده خیلی دوست دارن این ارزون ترین
مانیتور خمیده ای هستش که شما بتونید توی بازار ایران پیدا بکنید. بریم سراغ مانیتور بعدی. مانیتور 34 اینچ از برند LG پنل VA 34 اینچ 100 هرتز و شاید مثلا نسبت به قبلی مثلا 144 بود این 100 هرتز باشه، ولی این 34 اینچه و ببینید شاید بگین که خب فقط 2 اینچ فرق دارن دیگه. 2 اینچ خیلی زیاده. شاید اگر یه مانیتور مثلا 22 اینچ با 24 اینچ مقایسه کنین تفاوتشون خیلی زیاده. همون 2 اینچ خیلی تاثیر داره. مشخصات بیشتر، زمان پاسخگویی 1 میلی ثانیه، رزولوشن تصویر 2K WQHD هستش، یه چیزی بالاتر از 2K و صفحه نمایشگر هم خمیده هستش. بریم سراغ مانیتور بعدی. بزرگوار مانیتور سامسونگ 27 اینچ 4K. این دیگه خداست برای کسایی که میخوان فیلم ببینن. اصلا دیگه واه، دیگه چی مانیتوری از این بهتر میخواد. HDR 10 میخواد، HDR 10 داره، USB 3 داره و برای گیمینگ و طراحی بسیار مناسبه این مانیتور. بریم سراغ مانیتور بعدی. رسیدیم به مانیتور 40 اینچ. کسایی که میخوان مانیتور خیلی بزرگی داشته باشن، مخصوصا به درد استریمرها خیلی میخوره که صفحه مانیتور رو تقسیم بکنن. LED IPS و 155 هرتز فریم ریت داره و یه زمان پاسخگوییش 1 میلی ثانیه است و یکی از بهترین و ارزون ترین مانیتور 40 اینچی هستش که شما بتونید توی بازار پیدا بکنیم. خب بریم سراغ مانیتور بعدی. بزرگوارم مانیتوری که براتون انتخاب کردم ارزون ترین مانیتور 300 هرتزی بازاره. یعنی اصلا 300 هرتز با فریم ریت با مانیتور 27 اینچ IPS زمان پاسخگویی 1 میلی ثانیه فول اچ دی و واقعا برای که توی رزولوشنش فول اچ دی نیستش، ببخشید رزولوشنش 2K هست. اشتباه میکنم، ببخشید مانیتور دیگه زیاد دارم معرفی میکنم، قاطی میکنم یکم. و 2K هست دیگه. اصلا مانیتور عالیه برای کسایی که بازی رقابتی میخوان بازی بکنن. از تاف گیمینگ ایسوس هست. تاف گیمینگ های ایسوس خیلی خرکارن. و بریم سراغ مانیتور بعدی. بزرگوارم مانیتور 310 هرتز IPS از ایسوس راج برای شما انتخاب کردم. 25 اینچ صفحه نمایشگر مانیتور هستش و بالاتر از این هم ما داریم. رزولوشن فریم ریت 380 هرتز دیگه. و الان میرسیم به مانیتورهای بعدی دیگه. از این مانیتور گیمینگ این مدلی در میاد. 380 هرتز IPS 27 اینچ و نفسم بند اومده اینقدر حرف زدم. یکم نفس بگیرم. مشخصات دقیقش نگاه کنیم. فول اچ دیه و 1 میلی ثانیه 380 هرتز. پنلش چی؟ IPS زده. آره پنلش هم IPS و خیلی مانیتور اوکیه. بریم سراغ مانیتور بعدی. بزرگوارم مانیتور 34 اینچ خمیده LG با رزولوشن 4K 160 هرتز و زمان پاسخگویی 5 میلی ثانیه و پنل VA دیگه. 34 اینچ خمیده دیگه، چی بگم دیگه، یه مانیتور خیلی خفنیه. از همه جور مانیتور من اشاره شما دارم انتخاب میکنم و مثل همیشه گفتم اگه مشخصاتی مد نظرتون هست حتما توی کامنت برای من بنویسید. من یه مانیتور طبق چیزایی که نیاز دارین شما برای شما انتخاب میکنم و لینکش رو برای شما میذارم. بریم سراغ مانیتور بعدی. بزرگوارم مانیتور کولر مستر. دیگه من یکی از رویایی ترین مانیتور از نظر من اینه. خیلی دوست دارم مانیتور داشته باشم. پنل VA 4K 180 هرتز و این HDR 400 داره و واه دیگه مانیتور. من واقعا دوست دارم یه روز این مانیتور رو بخرم، داشته باشم واقعا. بریم سراغ مانیتور بعدی. مانیتور 34 اینچ خمیده MSI 180 هرتز 4K مانیتور. پنل VA و خدا، ولی من بازم دوست دارم اون قبلی کولر مستر رو داشته باشم. بریم سراغ مانیتور بعدی. بزرگوارم مانیتور ایسوس تاف 34 اینچ پنل VA زمان پاسخگویی 1 میلی ثانیه 4K 250 هرتز 130% sRGB و 24 ماه هم گارانتی داره. بریم سراغ مانیتور بعدی.
بزرگوارم ایسوس راج برای شما انتخاب کردم. راج یه لول بالاتر از تاف هستش، توی ایسوس HDR داره و این 200 هرتز هستش، رزولوشنش 2K هست، HDR 10 داره و راج کلا یکی از بهترین نسخه های از برند ایسوس هست. مثلا کارت گرافیک راج، خنک کننده راج، کیس راج و در کل راج خیلی بهتر از نسخه دیگه ته ایسوس دیگه. بریم سراغ مانیتور بعدی. بزرگوارم مانیتور خمیده 34 اینچ MSI QHD اورتلا QHD، فکر کنم 4K این. بذارید نگاه بندازم مطمئن شم. آره وضوح 4K داره، RGB LED، 10 روز کاری ارسال، ولی در کل شاید طول بکشه ولی ارزشش رو داره این مانیتور برای شما بیارن. 144 هرتز و HDR 400 هم داره. بریم سراغ مانیتور بعدی. بزرگواران مانیتور Acer 32 اینچ 4K 160 هرتز و زمان پاسخگویی 0.3، نمیدونم چی جوری اینو میخونن دیگه، زمان پاسخگوییش خیلی پایینه، نگاه 0.3 یعنی از نیم میلی ثانیه هم پایین تره و 300 تو حالت FHD تو حالت فول HD 320 هرتز هست و تو حالت 4K 160 هرتز هست. 32 اینچ و مانیتور دیگه شاخه دیگه. اینم از راج هستش، میگم مانیتور راج خیلی مانیتور خفنی هست. بریم سراغ مانیتور بعدی. بزرگواران ارزون ترین مانیتور اولدی که شما میتونید تو بازار پیدا بکنین این مانیتور هست. و اولد چیه؟ اولد بهترین پنل یه مانیتور هست توی اینترنت. شما میتونین سرچ بکنین و کاملا اصلا شفافیت و کنتراست صفحه نمایشگر اصلا قابل مقایسه نیست با IPS و پنل های دیگه. و اینجا دارم هوش مصنوعی میبینم 27 اینچ، رزولوشنش 2K 240 هرتز فریم ریت داره و همینم باز 3 میلی ثانیه زمان پاسخگوییش هستش. HDR داره و در کل دیگه مانیتور شاخ، یعنی اولد شما بخواید مانیتور بگیرید این مانیتور ارزون ترین هستش. بریم سراغ مانیتور بعدی. دیگه شاخ مانیتورهای کل بازار ایران رو برای شما انتخاب کردم. مانیتور 32 اینچ ارزم به حضورتون که دیگه مشخصات ته دیگه 240 هرتز و بذارم 4K و اولد و دیگه بهترین مانیتور بازاره که شما بخواید بخرین این مانیتور بود. ببخشید من همه مانیتورها رو کامل توضیح ندادم چون تایم ویدیو خیلی بلند میشد و خسته کننده. همه مانیتورها رو لینکش رو توی دیسکریپشن برای شما میذارم. طبق خواستتون برین انتخاب کنین، از همین برند رو حتما برین انتخاب کنین. برند ردراگون هم تازه اومده، برند ردراگون هم برند بدی نیست، از این برند هم شما میتونید خریداری کنید. امیدوارم خوشتون اومده باشه. مثل همیشه لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره و تا یه ویدیو معرفی دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم و خداحافظ.